شب 15 دکامبر سال جاری در یک قطار شبکه‌های اجتماعی نوار و مراجعت دو دختر جوان ساکنان پایتخت نسبت کردارهای غیر اخلاقی راننده автомашین تمغه BMW 503 رقم قید دولتیش 1968 MM01 پنگ گردید. طور در آن گفته می شود هنگام در رنگ سرخ چراغک راهنما بازایستادن ماشین این دو دختر در این لحظه автомашین BMW به آنها نزدیک شده راننده آن به گپ‌پرتایی و دختران شروع کرده است. سپس دو مرتبه بسته های مبلغ را نشان داده مرتبه اول با پیشنهاد 2000 سومانی و مرتبه دوم با پیشنهاد 5000 سومانی جوان دختران مراجعت کننده را به نزدش دعوت نموده بر ضمن این آنها را مورد دشنام و حقارت‌های قبیح قرار داده است. مراجعت این دو دختر واکنش‌های شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی را به بار آورد. اکثر از ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه خواستند تا عمل و رفتار ناشایسته جوانان پولمست در دایره قانون مورد سنجش قرار و به جوابگری جلب کرده شوند. در نتیجه سنجش و پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی سنجشی معین کرده شد که راننده автомашین مذکور شهروند سفروف عمر محمد امینویچ سال تولدش 1993 زاده شهر وحدت استقامت کننده شهر دوشنبه اویلدار صاحب دو فرزند دیرکتور شرکت ساختمانی می باشد که از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه دستگیر و به مقامات کارهای داخلی دسترس کرده شد. ضمن پرسش و سنجش واقع بینانه حالت مذکور معین کرده شد که در حقیقت شهروند سفروف عمر شب 15 دکامبر تخمین ساعت 18:00 دقیقه در خیابان رودکی نزد مهمانخانه سیرنا نسبت دو نفر جوان دختران مراجعت کننده دغلانه رفتار نموده برای آنها مبلغ پولی پیشنهاد کرده همزمان با سخنان قبیح شأن و شرف آنها را پس زده است. نامبرده واقعا از کردار صادر نموده‌اش اظهار تأسف نموده جهت من بعد به چنین عمل ننگین دست نزدن به طور قطعی آگاهانیده شد. وابسته به حالت مذکور نسبت به سفروف عمر طبق طلبات ماده 460 مای دعوباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب سود نویه شاه منصور نسبت نامبرده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تامین کرده شد.